چطور با استفاده از تکنیک‌های هیپنوتیزمی فروشنده موفق‌تری باشیم؟ سلام دوستان، در ادامه آموزش‌های معرفی تکنیک‌های فروش با هیپنوتیزم امروز می‌خوایم تکنیک پخش مجدد فوری رو بهتون آموزش بدیم. یک تکنیک قدرتمند که باعث میشه فروشتون چند برابر بشه و این تکنیک‌ها فقط مختص فروش نیست و میتونید اون رو در مکالمات روزمره‌تون هم استفاده کنید. این تکنیک فروش رو بیشتر میکنه و میتونه باعث بشه تو فروشنده موفق تری باشی. تکنیک پخش مجدد چیه؟ همون مسیریه که مشتری قبلا تصمیم به خرید گرفته، قبلا خرید انجام داده، تو میای دوباره هدایتش میکنی توی همون مسیر تا فروشت رو قطعی کنی. این تکنیک رو میتونی توی هر نوع فروش استفاده کنی و به راحتی مشتری رو به سمت خرید هدایت کنی. پخش مجدد فوری یعنی بازسازی همون مسیری که مشتری قبلا طی کرده تا تصمیم به خرید بگیره. یعنی به زبون ساده تر، اگه مشتری یه بار خرید کرده که ازش راضی بوده، ما هم میتونیم اون تجربه رو دوباره براش زنده کنیم تا دوباره خرید کنه. به همین راحتی. فرض کن یه فروشنده ماشین هستی و یه مشتری میاد سراغت، میبینی از ماشین قبلی که داشته خیلی تعریف میکنه. مثلا میگه ماشین قبلی ایمنی بالایی داشته، کم مصرف بوده و اینا همش نکته هست دیگه. اینا همه اطلاعاتی که باید به دقت بهش توجه کنی. تو هم میای ماشینی که قصد فروشش رو بهش دادی، میگی این ماشین ایمنی خیلی بالایی داره، کم مصرفه و از ویژگی‌های خیلی خوب اون ماشین برایش تعریف میکنی. فقط کاری انجام بدید مشتری به این نتیجه برسه، داری درکش میکنی و داری به اون توجه میکنی و داری اونو میفهمی. وقتی مشتری حس کنه تو دقیقاً نیازهاش رو میفهمی، خیلی راحت‌تر به اعتماد میکنه و خریدش رو قطعی میکنه. این تکنیک خیلی ساده است ولی فوق‌العاده موثر. فقط کافیه مشتری رو درک کنی و راه تصمیم گیری هایی که در گذشته خرید انجام داده به اونا رو براش بازسازی کنی. برای تسلط به این تکنیک باید مدام تمرین کنی. باید قول بدم توی این تکنیک نه تنها توی فروش بلکه حتی توی هر مذاکره هم میتونی موفق بشی. اگه این ویدیو برات مفید بود لایک کن و نظرت رو برام بنویس. اگه دوست داری تکنیک های بیشتری درباره هیپنوتیزم در فروش یاد بگیری، کانال ما رو سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن تا اولین نفری باشی که از ویدیوهای جدیدم با خبر میشی. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردی. خدا نگهدار.